آوا تقدیم می کند. دیدی گفتم یه آدم بود، حتما یکی زیرش کرده و رفته. حالا اورژانس، یکی افتاده رو زمین، تصادف کرده. صبر کنید. بایسید. بیمار کجاست؟ اونجاست. کجاست؟ اونجا. از کو؟ کجا قیبیسه؟ اونجا. همینجا یه مرد جوان افتاده بود و خونریزی داشت. همیشه میگفتی منتظر اون آدمی، میگفتی میخوای دوباره ببینیش، همینطوری باعث شدی هیکیونگ این همه مدت چشم انتظارت باشه. اون وقت چطور نتونستی اونو بشناسی؟ ازت تعجب میکنم. کیو باید بشناسم؟ اون بغل گوشت زندگی میکنه. یعنی تا حالا نفهمیده بودی؟ بغل گوشمه؟ کجا؟ کی؟ منظورت چیه؟ میخوای بدونی اون کیه؟ نه، نمیخوام. ولی یه چیزی خیلی مشخصه که تو هیکیونگو خیلی دوست داری. از کی بوده؟ آره، از همون لحظه ای که شروع کرد به دوست داشتن تو. برای چی الان حرفشو میزنی؟ که اینطور؟ پس حتما از من متنفر بودی. بالاخره تونستم همه چیو بفهمم. برای همینم هست که میخوای بگی اون مردی که 12 سال پیش منو نجات داده کیه؟ ازت نمیپرسم اون کیه یا اینکه چطور تونستی پیداش کنی. هر چقدرم بال بزنی که اینو بهم بگی، بازم نمیخوام بدونم کیه. چطور تونستم بهت اعتماد کنم؟ ناسلامتی، ما 15 سالی که با هم دیگه دوست هستیم، اما تو هیچ وقت با هم رو راست نبودی. بله یوسمی، چون هیکیونگو دوست داشتی، به همین خاطر دنبال کسی گشتی که 12 سال پیش منو نجات داد تا از شرم خلاص شی. به عنوان دوست سابقت دلم برات خیلی میسوزه. فکرشم دیگه فایده ای نداره، چون اون مردی که 12 سال پیش منو نجات داد دیگه هیچ اهمیتی نداره. آره، دلم میخواست بدونم، چون اون مردی بود که وقتی پدرم رو ترک کرد منو نجات داد. اما من دیگه اون دختر کوچولی نیستم که همینطور برای پدرش اشک میریزه. پس فکرشم نکن که بخوای سر به سرم بذاری یا اینکه پای یه نفر دیگرم بکشی وسط و اوضاع خراب کنی. اگه بخوام اونو بشناسم، اون وقتی که خودم پیداش میکنم. الان مهم نیست بشناسمش یا نه. پس دیگه حرفشم جلوی من نزن. شنیدم روان آدم اینطوری کار میکنه وقتی کسی از خودت بالاتره. به جای اینکه بگی منم باید مثل اون خودمو بکشم اون بالاها، در عوض با خودت میگی که اونم باید با خودم بکشم پایین. متاسفم، آخه نمیخوام منم پا تو اون جهنمی بذارم که تو توش زندگی میکنی. نمیخوام توی جهنمی زندگی کنم که توش پر از تنفر و حسادت به بقیه است. پس لطفاً از من نخوا که به زندگی جهنمیت ملحق بشم. پس دیگه هیچی نگو، لطفاً از اینجا برو. نه. باید یه چیزی بهت بگم. بهم زنگ بزن.
چرا جوابشو ندادی؟ نیازی نبود. کیه؟ زاغسیامو چوب میزنه. برات پیامک اومد، نمیخوای نگاش کنی؟ میدونم چی نوشته. همیشه میگن میخوام یه چیزی بهت بگم، بهم زنگ بزن. خیلی رو اعصابن. چرا میزنی؟ شاید کارت داره، یعنی اینقدر سخته که جواب این گوشی لعنتی رو بدی یا جواب پیامکش رو بدی ها؟ اون بیچاره که چشم انتظارته چی میشه؟ رو اعصابته ها؟ مگه ازت خواسته کشور یا زندگیشو نجات بدی؟ جوابشو بده. چی واسه خودش میگه؟ چقدر رو اعصابه. اون دقیقاً بغل گوشته. چطور تا حالا نفهمیده بودی؟ یعنی منظورش از اون حرف چی بود؟ نه، نمیخوام بدونم. اینطوری یعنی دارم کم میارم. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشه. دومین جان، دومین جان، دومین جان. دومین جان، دومین جان، دومین جان، چی شده؟ تو حالت خوبه ها؟ دومین جان، تو خوبی؟ چی شده؟ خیلی خوب باشه. الان زنگ میزنم بیمارستان. جانسونگی، به اورژانس زنگ نزن. نمیتونم برم بیمارستان. نمیتونم برم. برای چی؟ چرا نمیتونی؟ برای چی؟ اما تو داری میمیری. تو دومین جان، دومین جان جواب بده. دومین جان جواب بده. اشکالی نداره همینطور بذاریم بمونه. آخه فقط جلوی خونریزی رو گرفتین، باید بره بیمارستان. ممنونم که به اورژانس زنگ نزدی. حتما تصمیم سختی بوده. چرا نباید زنگ بزنم؟ بگذاریم اون که نمیمیره، درسته؟ نمیدونم. ای کاش خودشو درگیر نمیکرد. اون وقت هیچ کدوم این اتفاقا براش نمیافتاد. ها؟ درگیر چی نمیکرد؟ من پیشش میمونم. شما میتونین برین. نه،
من میمونم تا زمانی که به هوش بیاد. میخوام پیشش باشم. من اینجام دیگه، تو نیازی نیست بمونی. آخه و تو فکر این بودم که اینو بهت بگم، اینکه دومین جون داره میره. چی؟ کجا؟ تا کمتر از 2 ماه دیگه میره. کجا میخواد بره؟ یه جای دور؟ خارج از کشور؟ اگه بخوای به کسی که داره میره نزدیک بشی، همیشه اوضاع برای هر 2 نفر خیلی سخت میشه. اگه علاقه‌ای بهش داری، فکر کنم دیگه بهتر باشه که خودتو درگیر نکنی. حالا میتونی بری. 한눈에 너를 알아봤을 때 모든 건 분명 달라지고 있었어. 내 세상은 널 알기 전과 후로 나뉘어. 네가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와. 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비춰. لطفاً به دقت بخونیدش و بعد از امضا کردن اونو برامون ارسال کنید. باشه، همین کارو میکنم. باید جواب بدم. باشه. میگم نکنه اتفاق بدی افتاده. بله، تو پناهگاه حیوانات داوطلبانه کار میکنم. سگ هاری که میخواستن آرومش کنن متاسفانه فرار کرده. ای وای، خطرناک نیست که؟ نه خانم، اصلا نگران نباشید. باید زودتر بگیریمش و رامش کنیم. بگذاریم دیگه، احتیاج نیست نگران چون سونگی باشید. مؤسسه ما بهترین رو براش فراهم میکنه. رو ویدیوهای USB برای کپی کردن یه قفلی بوده. امکان نداره اونا کپی شده باشه. دومین جون چی؟ اون چطوره؟ مطمئنی نمیتونست حرکت کنه؟ مطمئن شدم که افتاده زمین و بیهوشه. وقتی که آمبولانس رسید دیگه اونجا نبود. میتونی بری. سلام. ببینم چی شده، دیر کردی؟ دارید میرید جایی؟ بعد از خوردن شام یکم سنگین شده. میخواستیم یکم تا پارک قدم بذاریم. حرفیه؟ حواست به خودت باشه. حتما. بری. داری خوابایی خوب میبینی آره؟ پاشو. آی بیدار شو دیگه. تو چرا اونجا بایستادی؟ برو بشین، میخوام خودم غذا درست کنم. وای
میشه غذا رو من درست نه کنم؟ خیر، همیشه دوست داشتم پیشبند ببندم. تو فقط کافیه بشینی و هر غذایی که من پختم و با هر مزه‌ای که داشت بدون غر زدن بخوری. محصولی که میخوایم بهتون معرفی کنیم محصولیه که شما بخرمش؟ یه محصولیه اینا که شبیه ما دزدای سر همه گردنن. کارو باهاش محصولاتشون هیچ فایده‌ای نداره. اگه این محصولو خریدی، نه این یکی دیگه واقعیه. میگه یه دونه بخر یه کتری هم جایزه ببر. مایتابه ها کاملا نسوزه. گفته بودم که خامه این خالی بندیایی یکی بخر دوتا ببر نشد. اینو بخور. تماس بگیر. بدش ببینم داره تموم میشه. بده دیگه. بده. میخوای تو راه خونه بستنی بخوری؟ چاق میشی. چی؟ من چاقم؟ من چاقم؟ تو گفتی که من چاقم. آره بگو زود باش. با حامله ای معلومه وزنت زیاده. آیزش شدم. نه خیرم، الان خوشگل‌تری. و اون وقت بود که به خودم آمدم. رویاهای قشنگ و پر از خوشحالی. فقط وقتی که بیدار میشم اونا منو ناراحت تر میکنن. از اولم نباید همچین رویاهای قشنگ و زیبایی پیش خودم تصور میکردم. ببینم اینجا چی کار میکنی؟ گفتم چرا اینجا گرفتی نشستی؟ دومین جون چطور؟ مطمئنی نمیتونست حرکت کنه؟ مطمئن شدم که افتاده زمین و بیهوشه، اما وقتی آمبولانس رسید دیگه اونجا نبود. به خاطر اتفاقی که برای دومین جون افتاده؟ تو از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ هر کسی یه نگاهی به قیافت بندازه میفهمه. بیا اینطوری اینجا نشین. بگو چی شده؟ خودمم دقیقا نمیدونم چی شده. فقط در مورد این اتفاق به کسی چیزی نگو. برای چی؟ حتما یه دلیلی داشته که نمیخواسته حتی بیمارستانم بره. خدای من، هیکیونگ جونم اومده. سلام. میخواستم بهت زنگ بزنم. ممنونم. برای چی؟ خب برادرت بهم گفت که میخواید یه مؤسسه مدیریت مخصوص سونگی بزنید. چی؟ مگه بهت نگفته بود؟ از چون سونگی در برابر برادرت محافظت کن. منظورت چیه؟ دیشب رفتم مدیر رو دیدم. یعنی داداش جکی؟ آره، میخواد بهت کمک کنه. میخواد خودشو درگیر کارای مدیریتیت بکنه. خب باید تشکر کنی. چیه؟ خبر نداشتی؟ مگه تو از برادرت نخواسته بودی که این کارو بکنه؟ من چیزی درباره‌اش نمیدونستم. واقعا؟ خیلی خوب بگذاریم. قرار دادم به من داده بیارم. فقط کافیه که تو امضاش کنی. مامان من این کارو نمی کنم. هیکیونگ ببین دوباره شروع کرد. تو باهاش حرف بزن. خب بیفکری از برادرم بوده که بی اینکه اول به سونگی چیزی بگه این کارو کرده. اگه نمیخوای امضا بکنی نکن. نمیخواد نگران باشی. باشه ممنون.
از اداره پلیس یونگدونگ پو میام. آقای دومینجون هستن؟ باید در مورد حمله به دادستان یه چند تا سوال ازشون بپرسم. دومینجون الان تو وضعیتی نیست که بتونه جواب سوالاتتون رو بده. سوالات ما خیلی ساده. نه اما آقای دو با دادستان تماس گرفته بوده. حادثه هم همونجا رخ داده بوده. اگه از بازجویی تفره بره، اینجوری فقط باعث میشه بیشتر بهش مشکوک بشیم. مگه نمیخواید از دومینجون به عنوان شاهد بازجویی کنید ها؟ از روی حرفایی که الان زدید به نظر میرسه اونو به عنوان مظنون در نظر گرفتید. اصلا اینطور نیست. همکاری شاهد کاملا اختیاریه. میدونید برخلاف قانونه که بدون هیچ گونه مدرک رسمی بخواید وارد بشید؟ شما اینا رو مهمتر این که حتی یه دونه مدرکم نیست که نشون بده دومینجون مظنون این پرونده است. اینو خودت هم میدونی. این برخلاف اصل براءت. اگه میخواید ازش بازجویی کنید باید یه مدرک محکمی داشته باشید. ببینم شما کی هستین؟ وکیل شخصی دومینجون هستم. از این به بعد فقط با من میتونید صحبت کنید. سلام. نتونستم بهتون زنگ بزنم. واقعا متاسفم. تحمل اوضاع به وجود اومده به خاطر اتفاقی که برای هانیورا افتاده بود براتون سخت. ولی من قبلا در این باره حرفمو به شما گفتم آقای پارک. من برای اون قضیه نیومدم. در مورد دومینجون همسایه‌تونه. میدونم که با هم دیگه خیلی دوستین. میخوام بدونم که اون شب حادثه دومینجون رو توی کشتی دیده بودین یا نه؟ چطور میتونست اونجا باشه؟ آخه اون که دعوت نشده بود. خب چی شد؟ دیدینش؟ گفتم که من اونو اونجا ندیدمش. که اینطور؟ به نظر شما چیز عجیبی در موردش وجود نداره؟ نه به هیچ وجه. چیزی در مورد دومینجون و هانیورا میدونی؟ منظورتون چیه؟ معتقدم که هانیورا نامزد داشته. به نظر من اون شخص دومینجونه. نه نیست. نه اونا حتی همدیگه رو نمیشناختن. این چه حرفیه که میزنین؟ میدونید هانیورا با کس دیگه ای بوده یا نه؟ چی کار میکنی؟ منتظر تو بودم. واقعا؟ چطور؟ میخوای چیزی به هم بگی؟ داداش رفته بودی دیدن مادر سونگی؟ شنیدم از پدر خواسته بودی که اونو حمایت کنه. پدر که گفته بود این کاریه که من میکنم. اما سونگی اینو نمیخواد. نمیخواد؟ بدون هیچ دلیل خوبی هرگز کمک کسی رو قبول نمیکنه. حتی اگه پدر اجازه این کارو بهم میداد نمیدونستم چطوری باید قضیه رو به سونگی بگم. بگذاریم. ممنون از توجهت. سعی کن دوباره باش حرف بزنی. وایسا، میخوای خودم باش حرف بزنم؟ نه اون خیلی لجبازه. وقتی میگه نه یعنی نه. واقعا؟
پس نمیخواد دیگه. آره، شبت بخیر. مردی که هانیو را مخفیانه باهاش قرار میذاشته رو میشناسم. دیدمشون که با هم دیگه صحبت میکردن. خب کیو دیدی؟ تمام دوستای من و تو همگی اینجا جمع شدن. فقط وایسا ببین چطوری میخوام خبر رو بهشون بدم. میخوام خیلی شوکه کننده باشه. خودت هم باید جوری شوکه میشی. اینو مطمئنم. یورا، چیه؟ افسردگی در چه حاله؟ بستگی داره که چطوری با هم رفتار کنی. حتی دیگه دارو هم نمیخورم. میدونی که دوستت دارم. آره، بیشتر مراقب سلامتیت باش. بیشتر مراقب سلامتیت باش. پس به نظرت رابطه خوبی هم با هم داشتن، نه؟ آره، خب با هم قرار میذاشتن دیگه. هانیورا با وارث CNC قرار میذاشته. از کمکتون متشکرم خانم. راستی شما دقیقاً چه رابطه‌ای با دومین جان دارین؟ نمیدونم. خودم هم هنوز چیزی نمیدونم. چی؟ میشه دیگه برین، خستم، میخوام بخوابم. مؤسسه روانی هانول، بفرمایید. جکیونگ بیا دیدنم، ببین چی میگم. من دیوونه نیستم، هیچکی حرفمو باور نمیکنه. تو میتونی منو بیاری بیرون، خواهش میکنم منو بیار بیرون. الو ببخشید، میخواستم بدونم یانگ مینجو یکی از بیماراتونه، درسته؟ همچین کسی اینجا نداریم. خوبی؟ ساعت چنده؟ تقریبا نیمه شبه. ببینم جاییت که نشکستم. نه خوشبختانه. از ترس داشتم میمردم. چه اتفاقی برات افتاده؟ یه ماشین زیرم گرفت. چرا نتونستی جلوشو بگیری ها؟ خودم هم نمیدونم. تا حالا هرگز اینطوری نشده بودم. درسته که تو وضعیت خوبی نبودم، اما مطمئناً بدون قدرتم نبودم. ولی هیچ کاری نتونستم بکنم. انگار نمیتونستم قدرتامو کنترل کنم. مثل کسی که فقط شاهد یه اتفاق باشه. وایستادم و این اتفاق افتاد. چرا اینطوری شده؟ فکر میکنی ربطی به حس کردن سرما داره؟ آره؟ شاید بی ربط نباشه. شاید هرچی که به زمان رفتنم نزدیکتر میشم قدرتامو بیشتر از دست میدم. راه دیگه ای برای من نذاشتی. دیگه وقتش دخالت کنم. به چون سونگی گفتم که از اینجا داری میری و نباید خودش درگیر کارات بکنه. وکیل جانگ؟ چیه؟ من نصف زندگیمو به پای محافظت کردن از تو گذاشتم. اون زمان ها معنی دارترین روزای زندگیم بودن. حتی وقتی هم که شنیدم داری میری به خودم میگفتم حالا وقتی هم که دیگه من نباشم نیازی نیست نگران باشم که دیگه کی ازت محافظت میکنه. با خودم میگفتم چه خوب شد، اما بعدش ای خودتو درگیر این موقعیت خطرناک کردی و صدمه دیدی. هی داری هویت واقعی تو به همه نشون میدی و حالا حتی اگه دیگه نتونی از قدرت‌های خارق‌العاده‌ات استفاده کنی نمیتونم دست رو دست بذارم و بشینم نگات کنم. همیشه خودت میگفتی که قبلنم خودتو درگیر کارای آدما کردی، اما آخر سر دیدی اتفاقی که نباید میافتاده افتاده و تو فقط اوضاع رو بدتر کردی.
میگفتی حتی نتونستی 400 سال پیشم زندگی اون دخترها رو نجات بدی. حالا ببین بعد از اینکه خودتو درگیر کارای چون سونگی کردی چی به سرت اومده؟ هیچی بهتر نشده. اگه هر روز اینجا ببینیش دل کندن از اینجا برات سخت‌تر میشه. چرا نمیری یه جای دیگه؟ تو که در هر حال میخواستی اینجا رو بفروشی. من که به کارهای قانونی رسیدم، تو کنار اومدن با احساساتتم بهت کمک میکنم. داری چی کار میکنی؟ دومین جون حالش خوبه ها؟ آره بهتر شده. دارین کجا میرین؟ اگه میخواین برین من میتونم پیشش بمونم. آخه دفعه قبلم کارمو خیلی خوب انجام دادم. نیازی نیست. میخوام این آپارتمان رو بذارم برای فروش. چی؟ گفته بودم که ما داریم میریم. پس لطفاً آقای دورو، لطفاً دست از سر پسر من بردار. خواهشاً برو. رمز اشتباه است. رمز اشتباه است. دومین جان، داری منو نگاه میکنی؟ حالت خوبه؟ فقط بگو حالت خوبه یا نه؟ میخواستم چیزای زیادی ازت بپرسم اما دیگه نمیخوام چیزی بدونم. همین که حالت خوب باشه و به هوش اومده باشی برای من کافیه. خیلی دلتنگتم. آخه به نظر تو کی میاد به شخصیتی مثل دادستان حمله کنه ها؟ از اون روز چیزی یادت میاد؟ به مثل اینکه از ماشین اومدم بیرون اینجوری شدم. وقتی بیهوش بودی کمی تحقیقات انجام دادم. اون 2 کامیونی که موقع حمله دور ماشین تو گرفته بودن یادته؟ دقیقاً میدونستن نقطه کور دوربین مدار بسته کجاست. تمام ماشینای استفاده شدن ماشینای دزدی بودن. تنها چیزی که سر صحنه پیدا کردیم همین خودنویس بوده. نسخه محدوده اما هنوز شخص خاصی رو پیدا نکردیم. اما چی؟ یه چیز جدیدی فهمیدم. ای کاش چند روز بیشتر اینجا میموند. اما حرف گوش کن نیست دیگه. اشکال نداره مرخص بشه؟ میتونن به زندگی روزمره‌شون برگردن، اما باید موقع کار خیلی احتیاط کنن. سردرد یا مشکل خاصی ندارید؟ نه خوبم ممنون. ممکنه بعضی وقتا سردرد بگیرید. مراقب باشید که چیزی به سرتون اصابت نکنه. با شما چی بهش گفتی که خواسته اینقدر سریع مرخص بشه؟ فقط در مورد کار با هم حرف زدیم. خودتون که میدونین اون بچه باشاق و اشتیاقیه. تعجبی نداره که یاسمی انقدر زیبا باشه. به خودتون رفته. خب مرخص شد؟ میدونی که خیلی لجبازه. اون ممنونم. میتونم با مادرم تنها باشم؟ حتما. میدونی چی شنیدم؟ انگار مرگ هانیورا خودکشی نبوده. انگار بیشتر به نظر میرسه قتل باشه. یه مظنونم دارن. کیه؟ نمیدونم. اینو دیگه نفهمیدم. اما اگه اعلام کنن که هانیورا خودکشی نکرده بوده، اون وقت سونگی چه اتفاقی برای اون میفته؟ من از کجا بدونم؟ آخه تو تمام قرارداد یه تبلیغشو گرفتی. همه چی داره به نفع تو پیش میره. راستش من که نمیخوام برگرده سر کار.
میخوام فیلمنامه رو کمی مرور کنم. البته این فیلمنامه بیشتر برای شما مناسبه. راستی کی قراره نقش بسوا رو بگیره؟ ما هنوز داریم دنبال بازیگر مناسبی براش میگردیم. چون سونگی میتونه نقششو بگیره؟ چون سونگی؟ هنوز نمیتونه کار کنه، درست نمیگم؟ خب این یه رازه، اما ممکنه به زودی این پرونده بسته بشه. چی؟ شهرتی که از دست رفت دیگه بر نمیگرده. برای همینم میخوام بهش کمک کنم. آخه سونگی خیلی بهم کمک کرده. این اولین نقش اصلیم توی فیلمه. خیلی خوشحال میشم که سونگی هم توی این فیلم همراهیم بکنه. نظر شما واقعا تحسین برانگیزه. اون به نظر شما نقش دوم رو بازی میکنه؟ اونم وقتی که همیشه نقش اول بازی میکرده؟ یعنی قبول نمیکنه؟ آخه اون دوستمه. منم 15 سال همین کارو برش کردم. خیلی دکوراسیون این آپارتمان استثنایی و بی‌مثاله. اینجا رو به جنوب. یه معروفه داره، میاد نگاش کن. چون سونگی همینجا زندگی میکنه. بازیگرای معروف، همه سیاستمدارای خفن اینجا زندگی میکنن. قیمت اینجا زیر بازار و صاحبش هم خیلی عجله داره بفروشه. فرصتو از دست نده. کسی خونه نیست؟ باید خونه باشم. ای بابا. ببخشید، برای واحد 2302 اومدی؟ بله خانم چون سونگی. پدر حسابخونه اینجا رو گذاشته برای فروش. شما خبر داشتین؟ نمیدونم درسته اینو بهتون بگم یا نه، اما چیو؟ جای این ساختمون چی؟ راستش اینجا انرژی بد زیادی داره. شبا به سختی خوابم میبره و احساس میکنم یه نفر تو خونه است. خانم چون سونگی، برای چی همچی حرفی میزنید؟ خانواده من 10 نسله که تو کار معاملات ملکی هن. از دوره چوسان تا به الان اینجا به عنوان جای خوب و پر از شانس بوده. همه همینو میگن. از وقتی اومدم اینجا حسابی کارم کساد شده. حرفه کاریم به بنبست رسیده. درست بعد از اینکه به اینجا نقل مکان کردم این اتفاق افتاد. بعد از اومدنم به اینجا هیچ طبق خواستم پیش نرفت. هم طرفدارام، هم پول، هم سلامتیمو از دست دادم. اینم فقط خرافاته. نمیتونه بره بیمارستان؟ گفتی یه کاراگاه اومد در موردش سوال کرد؟ پدرش گفته به زودی قراره از اینجا بره. تو خاطراتش هم نوشته شده بود که دیگه 3 ماه براش مونده. الان دیگه 2 ماهش گذشته. خب بگو دیگه. نمیتونم بهت بگم. به نظر من که خطرناک میزنه. اینطور که میگی انگار فراری چیزی. نه اینطور نیست. فکر کردی مجرما رو پیشونیشون نوشته مجرمن؟ چرا نمیتونسته بره بیمارستان چون خودش خواسته نره؟ چرا یه کاراگاه اومده در موردش سوال کرده؟ تابلو یارو یه جاش میلنگه. 3 ماه ممکنه مربوط به زمان جرم باشه. نباید به پلیس زنگ بزنی؟ نه اصلا. میدونی که مخفی کردن فراری در واقع پناه دادن به مجرمه. منم در این باره تو اینترنت جستجو کردم، اما انگار اگه با هم ازدواج کرده باشیم غیر قانونی محسوب نمیشه. میخوای باهاش ازدواج کنی تا مجرم شناخته نشی؟ فکر میکنی عجیبه؟ فکر میکنم. تو چه مرگت شده؟ ناسلامتی چونگ سونگی یا؟ ببینم اون پسر با نمک دیگه کیه؟ با نمک؟ داداشمه. واقعا؟ یعنی میتونی هر روز اون قیافه رو ببینی؟ چه خوش شانسی ها. 네가 숨 쉬면
따스한 바람이 불어와 네가 웃으면 با خودم گفتم حتما گرسنه‌ای. این پسر خوشگله با این هیکل خوش فرم دیگه کیه؟ تو امروز چت شده؟ هیکیونگه دیگه. هیکیونگ؟ چه خوب بزرگ شده. منو یادت نیست؟ هونگ بوک جا هستم. نمیشناسم تو. کلاس 8 که بودیم کنارت میشستم. انگار یادت نمیاد. از صف که زده بودم بیرون با آرنجت زدی تو صورتم که یه عالمه گریه کردم. واقعا؟ برای همینم همیشه مامانت واسم لوازم تحریر میخرید. که اینطور. معذرت میخوام. فکر کنم فقط منم که همه چی یادمه. صورتت چی شده؟ امروز هیچی نخوردی؟ سوشی دوست داری یا نه؟ بیا. چقدر تو خوششانسی. خب چه کمکی ازم ساخته است؟ در حال حاضر داریم در مورد مرگ هانی را تحقیق میکنیم. فهمیدیم که شما باش قرار میذاشتین، درسته؟ چی؟ من؟ کی اینو به شما گفته ها؟ نمیتونم بهتون چیزی بگم. یکی دیده که داشتید با هانی را صحبت میکردین. میشه به ما بگید که اون شب چه اتفاقی افتاد؟ چی؟ میخواد برم پیشش؟ بله. کجا باید برم؟ چه سورپرایزی. کی وقت کردی اینا رو آماده کنی؟ گفته بودم بیشتر از اونی که فکرشو بکنی دوستت دارم. برای همینم امشب سعی کردم خوب سورپرایزت کنم. داری این کارا رو میکنی تا دیگه جلوی بقیه از خودمون حرفی نزنه. بخور. الان میل نوشیدنی ندارم. الکل نداره، فقط میخوام با هم خوش بشیم. دوست نداری؟ شیطون. آتیش بازی نیمه شب شروع میشه نه؟ فکر کنم خیلی قشنگ باشه. به چی زل زدی؟ میخوام تا میتونم ببینمت. جدا؟ یه وقتایی هست که نمیتونم درکت کنم. تو خیلی مهربون و خوبی. چرا زن سابقت همچین کاری باهات کرده؟ برای همین داری تنبیهش میکنی. حتما حقشه. قصه نخور. من یکی هرگز بهت خیانت نمیکنم. آره؟ نمیتونی به هم خیانت کنی. میدونم. جکیونگ، مطمئنی الکل نداره؟ فکر میکنم دارم مست میشم. مست نیستی، داره کم کم فلج میشی. چی؟ به زودی نه دست و پاتو حس میکنی و نه میتونی نفس بکشی. زبونت بی‌حس میشه و در نهایت به خواب عمیق میری. دقیقاً با همون قرص خوابی که خودت قبلا میخوردی. بعد از کالبد شکافی هم کسی اصلاً متوجه نمیشه. فقط میشی یه بازیگر دیگه که دست به خودکشی زده. همین. جکیونگ، شوخیت گرفته؟ آره؟ شوخی نمی کنم. خب برای چی این کارو کردی؟
رابطمون رو دوست داشتم. نمیدونم، اما من با هانیورا قرار نمیذاشتم. اون برای مدت زیادی مدل مرکز خرید ما بود. خیلی کم همدیگه رو میشناختیم. این فصل میخواستیم مدل رو عوض کنیم. منم اون شب رفتم تا این خبر رو بهش بدم. هیچ بحث و دعوایی هم بین ما پیش نیومد، به هیچ عنوان. میبخشید، من برایشان برنامه دارم. انتظارشو نداشتم. فکر نمی‌کردم خودت بهم زنگ بزنی. باورم نمیشه، میبینم انقدر سالمی. تو چی هستی؟ اومدم یه پیشنهادی بدم. هر کاری بخوای میکنم. هر کاری. میخوای تمام تقصیرها رو بگردم بگیرم و بعدش ناپدید بشم؟ همین کارو میکنم. ولی بعدش این کاراتو تموم میکنی؟ یعنی خونه هست یا نه؟ فکر کنم بتونم خودمو برسونم اونور. پایینو نگاه نمی کنم. ای دومین جون، کجایی؟ کجام؟ دارم برای دیدنت جونمو به خطر میندازم. چی؟ الان لبه پرتگاه مرگم. چی شده؟ میشه یه لحظه ببینمت؟ میخوای منو ببینی؟ جدی؟ باشه الان میام. یعنی چی؟ حتی دارم باز نمی کنه. فکر کنم خودم باید در باز کنم. عیبی نداره، دست که دارم. واقعا حالت خوبه؟ چقدرم سریع خوب میشی.
خب کجا میبری منو؟ گفته بودی میخوای یه چیزی ازم بپرسی. آره اما دیگه نیازی به دونستنش ندارم. برای چی؟ آخه دیگه اهمیتی نداره. این که کی هستی و قبلا چه اتفاقاتی برات افتاده، دیگه این چیزا برام مهم نیست. حتی یه ذره هم مهم نیست. همین که به هوش اومدی و الان کنارمی از هر چیزی برای من مهمتره. خب حالا کجا میخوایم بریم؟ خوشم میاد که اینقدر باحالی و داری از من مخفیش میکنی. بالاخره اومدیم سر قرار، نه؟ فقط فکر کن که هرگز این اتفاق نیفتاده بود باشه. برای چی؟ آخه چرا باید این کارو بکنه؟ کمتر از 2 ماه وقت دارم تا بتونم اونو بیشتر ببینم. دوستش دارم. من دوستش دارم آقای جانگ. من خیلی دوستش دارم. دومین جون، تو تا 2 ماه دیگه میخوای کجا بری؟ خیلی دوره؟ میخوای بری اروپا؟ خودت که میدونی توان کنار اومدن با رابطه‌ای از راه دور رو دارم. مشکلی هم با خارج از کشور ندارم. هر وقت برای فیلم برداری میرفتم خارج از کشور فقط یکم کیمچی با خودم برمیداشتم. اون موقع دیگه هیچ غمی نداشتم. پس اگه چون داری از اینجا میری منو از خودت دور میکنی، باید بگم نیازی به این کارا نیست. مشکلی نیست. 2 ماه خوبه. حتی 1 ماه هم خوبه. فقط میخوام کنارش باشم. اگه نمیتونستم از اینجا برم، همونطور که تو میگی مجبور نمیشدم. ترجیح میدادم هرگز از این رویای قشنگ بیدار نشم. میخوام همین کارو بکنم. تو هنوزم فکر میکنی نمیتونم؟ به نظرت نمیتونم؟ آخه چرا فکر میکنی نمیتونم؟ میگم تو که فراری نیستی. آخه یه چیزی به اسم پناه دادن به فراری وجود داره. منم که نمیخوام یه هویی با تو ازدواج کنم. بهتره که یکم همدیگه رو بشناسیم بعد به این چیزا فکر کنی. یه چیزی رو شونت بود. مگه درای اینجا رو قفل نکردن؟ چطور باز شد؟ قرار نیست شام بخوریم؟ آخه من هیچی نخوردم. هیکیونگ برام سوشی آورده بود اما از ناراحتی هیچی از گلوم پایین نمیرم. چون سونگی بهت هشدار داده بودم که به من اعتماد نکنی. میخواستم امروز ببینم تا بهت نشون بدم راز مردیو که اونقدر با تمام وجود بهش اعتماد کردی چی بوده. نیازی نیست بهم بگی. اگه میخوای با همچین قیافه وحشتناکی همچین چیزی رو بگی نمیخوام بشنوم. مگه دلت نمیخواست بدونی 12 سال پیش کی بوده که تو رو نجات داده؟ اونی که اون شب نجاتت داد من بودم. به خاطر شباهتت به دختری که 400 سال پیش دیده بودم تصمیم گرفتم نجاتت بدم. اون دختر صاحب این گیر است. اونقدر شبیهش بودی که باعث شدی من تو رو با اون
اشتباه بگیرم. این حرفا چی میزنی؟ صاحب این گیره سر مال 400 سال پیش بوده. آخه تو چطور صورتشو میشناسی؟ نکنه تو 400 سالته؟ ها؟ بله درسته. 400 سال پیش از فضا آمدم اینجا. نتونستم به سیاره خودم برگردم. مجبور شدم 400 سال اینجا زندگی کنم. دومین جون، بیا برگردیم خونه. فکر کنم هنوز حالت خوب نشده. تو که میگفتی برات مهم نیست من کیم. من همینم که میبینی. هنوزم میگی برات مهم نیست؟